حقیقت شیطان، توطئه‌ای علیه بشریت. خوشحالم که امروز کنار شما هستم. میخواهم درباره مفهومی صحبت کنم که یکی از کهن‌ترین و در عین حال سرنوشت سازترین ساخته‌های ذهن بشر بوده است. مفهومی که نه فقط در آیین‌ها و اسطوره‌ها، بلکه در بنیان اخلاق، شکلگیری قدرت و حتی شیوه ادراک ما از جهان ریشه دارد. این مفهوم قرن‌هاست ذهن انسان را در چرخه‌ای از دوگانگی عمیق نگاه داشته. دوگانگی‌ای که به لایه‌های پنهان تاریخ و ناخودآگاه جمعی نفوذ کرده و اغلب حتی جسارت پرسیدن دربارش را از ما گرفته است. این ترس از پرسیدن نه به خاطر عظمت مفهوم، بلکه از ناآگاهی و ابهامی برمیخیزد که پیرامون این مفهوم انباشته شده است. این مفهوم شیطان است. امروز می‌خواهیم پرده از حقیقت پنهان آن برداریم. نه شیطانی اسطوره‌ای با شاخ و دم، نه موجودی که در سایه‌ها کمین کرده باشد، بلکه همان شیطانی که در ذهن انسان شکل گرفت، ساخته‌ای که هدفش جدا کردن انسان از حقیقت خیش و بیگانگی او با خود بود. از کودکی به ما آموختند که شر بیرون از ماست، موجودی نامرئی است و مسئول لغزش‌های ماست. گفتند هر خطایی از ما نیست، بلکه از دیگری برمیخیزد. اوست که ما را وسوسه می‌کند و ما را فریب و گمراه می‌کند. و ما کم کم پذیرفتیم که مسئول اعمال خود نیستیم. این باور آسان‌ترین راه برای گریز از مسئولیت بود و در عین حال بزرگترین خدمت به ساختارهای قدرت. وقتی شر را بیرونی تعریف کنی، نیازی نیست به تاریکی درون خود نگاه کنی. انسانی که به درون خود نگاه نکند، حقیقت خود را نمی‌شناسد. انسانی که حقیقت خود را نشناسد، آسان‌تر هدایت و کنترل می‌شود. چرا که از حقیقت درون خود بیخبر است، پس همواره در جستجوی دشمنی بیرونی است و نیازمند کسی است که به او بگوید چه چیز برای او نیک و چه چیز برای او بد است. چنین انسانی نه از سر آگاهی، بلکه تحت فشار ترس تصمیم می‌گیرد و ترس کارآمدترین ابزار فرمانپذیری انسان هاست. پس تصویر شیطان بیش از آن که موجودی مستقل باشد، بازتابی از ذهن و تاریخ انسان است. ابزاری که قرنها حاکمان، نهادهای مذهبی و صاحبان قدرت از آن بهره بردند. ترویج این ایده که شر از بیرون می آید، دو کارکرد اساسی دارد. یکی برون‌افکنی مسئولیت است که انسان خطاها و احساسات منفی خود را نمی بیند و تقصیر را گردن دیگری می اندازد. دوم ایجاد ترس و وابستگی است که انسان از خطراتی نامرئی می‌ترسند و راحت‌تر به قدرت‌ها و نهادهایی برای کمک پناه می‌برند. و همزمان با القاء بی‌ارزش شمردن دنیا و وعده پاداش در آخرت، طبیعتاً انرژی مردم از تغییر شرایط ناعادلانه منحرف می‌شود. پس اگر مردم را قانع کنید که دنیا بی‌مقدار است، راحت‌تر می‌توانید منابع آن را برای خودت انحصاری کنید. بنابراین ایده شیطان بیش از آن که دشمن انسان باشد، ابزاری علیه خودشناسی و توانمندسازی انسان بود. مردمی که منشأ شر را در درون خود نمی‌بینند، همیشه منتظر دشمنی بیرونی اند و طبیعی است از شناخت توانایی‌ها و مسئولیت‌های خود غافل می‌مانند. اما با این حال خیلی‌ها می‌گویند چون در کتاب‌های مقدس از جن و شیطان نام برده شده، پس آنها باید موجوداتی واقعی باشند. اما باور به شیطان به عنوان موجودی مستقل پرسشی اساسی ایجاب می‌کند. چگونه می‌توان خدایی یکتا، عادل و دانای مطلق را پذیرفت و در عین حال موجودی را تصور کرد که خارج از اراده او عمل می‌کند؟ همین تناقض بسیاری از سنت‌های فکری و عرفانی را به تأمل واداشت. برخی عارفان برای حل این مسئله گفتند که وجود شیطان اتفاقی نیست، بلکه نقشی ساختاری در نظام آفرینش دارد. دلیلشان نیز ساده بود. اگر شیطان مأموریتی نداشت، چرا خداوند تا قیامت به او مهلت داده است؟ از این نگاه شیطان نه صرفاً نیروی شر، بلکه موجودی با کارکردی الهی دانسته شد. منصور حلاج
احمد غزالی و عین الغزات از چهره‌های اصلی این نگرش بودند. بعدها سنایی و عطار نیز او را موحدی عاشق تصویر کردند. موجودی که نه از تکبر بلکه از سر وفاداری و توحید از سجده بر آدم خودداری کرد. این نگاه تنها در عرفان کلاسیک محدود نماند. در برخی عرفان‌های نوظهور نیز مانند اکنکار و عرفان حلقه، شیطان همچنان موجودی واقعی با جایگاهی ساختاری معرفی می‌شود. در یکی او قانونگذار کیهانی و مأمور پنهان سوگماد معرفی می شود و در دیگری فرشته است که به عنوان مجری قانون تضاد و کارگزار الهی برای آزمون انسان معرفی می شود. در حالی که در قرون وسطی شیطان در مسیحیت جایگاه چندان مهمی نداشت و بیشتر در نمایش‌های کرامات شخصیتی طنز و کم اهمیت بود. اما از اواخر قرون وسطی تا رنسانس ورق برگشت. اهمیت جن و شیطان به طرز چشمگیری افزایش یافت و باور به تسخیر شدگی توسط شیاطین و اجنه به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بدل شد. یعنی اعتقاد به جن زدگی و شیطان زدگی نه تنها به عنوان علت بیماری‌ها میان مردم رواج یافت، بلکه جریان‌های تازه‌ای چون جنشناسی و جنگیری را نیز پدید آورد. برای همین مجنون‌ها و دیوانه‌ها را نزد رمال‌ها و دعاخوان‌ها می‌بردند تا جنی که به اعتقاد در اونها حلول کرده بیرون کنند. البته یک نگاه ناواقع گرایانه هم هست که ریشه در سنت ندانمگراها دارد و برخی عرفای اسلامی نیز از جمله مولانا از آن تأثیر گرفته است. در این نگاه شیطان دیگر موجودی بیرونی و مستقل نیست، بلکه نمادی از بخش تاریک وجود انسان شناخته می شود که به عنوان نفس اماره یا نیرویی که میل به بدی دارد معرفی می شود. در واقع همین دیدگاه در روانشناسی مدرن هم به شکلی بازتاب یافته است. کارل گوستاو یونگ نیز این بخش پنهان و نادیده وجود انسان را سایه نامید. سایه یعنی همان بخش‌هایی از ما که نمی‌خواهیم ببینیم یا به آنها اعتراف کنیم. ترس‌ها، خشم‌ها، ضعف‌ها و زخم‌هایی که سالها در عمق وجودمان پنهان شدند. اما من برخلاف یونگ می‌گویم حتی سایه نیز حقیقتی مستقل نیست. سایه در اصل همان نتیجه انتخاب نکردن حقیقت است. وقتی کسی مهر را انتخاب نکند، نبود مهر به صورت بیمهری ظاهر می شود. وقتی عدالت را برنگزیند، نبود عدالت خود را به شکل بی‌عدالتی نشان می دهد. و اگر رحم را انتخاب نکند، حاصل آن بیرحمی است. این وضعیت‌ها نه انتخاب فعال بیمهری و بی‌عدالتی، بلکه عدم انتخاب مهر، عدالت و رحم است. حقایقی که وقتی انکار یا نادیده گرفته می‌شوند، تاریکی حاصل از نبود خود را پدید می‌آورند. درست مانند تاریکی که چیزی مستقل نیست، بلکه تنها عدم وجود نور است. بنابراین انسان نمی‌تواند نیستی را انتخاب کند. او فقط می‌تواند هستی را انتخاب نکند. اما ذهن دوگانه پندار ما چون جهان را با دو قطب می‌فهمد، حتی نبود حقیقت را نیز به صورت یک حقیقت مستقل تصور می‌کند و برای آن چهره و ماهیتی واقعی می‌سازد. به بیان دیگر، بخشی از وجود ما که می‌توانست نور باشد و اصالت انسانی ما را محقق کند، اگر نادیده گرفته شود، در قالب مفهومی مانند شیطان یا سایه ظاهر می‌شود. این موجودیتی بیرونی نیست، بلکه بازتاب فاصله است که از حقیقت انتخاب نشده خود داریم. ذهن این فاصله را واقعی و مستقل می‌بیند، در حالی که تنها تصویری از همان بخش انتخاب نشده و شکل نیافته خویشتن ماست. انسان تنها موجودی است که با اصالت از پیش تعیین شده متولد نمی‌شود. برخلاف دیگر موجودات که با ماهیت ثابت خود شناخته می‌شوند، انسان باید اصالت خویش را بیافریند و برگزیند. این انتخاب پیوندی ناگسستنی با آگاهی او از حقیقت نهفته در هستی دارد.
وقتی انسان در می‌یابد که حقیقت همان نور است و آنچه حقیقت نیست صرفاً فقدان این نور، آنگاه می‌تواند آگاهانه مسیر خود را از تاریکی جدا کند. او می‌فهمد که عشق، محبت، همدلی و همیاری وجود دارند و نبود اینهاست که انسان را از انسان بودن دور می‌سازد. این آگاهی چراغ راه انسان در ساختن اصالت راستین خود است. پس حقیقت شیطان پیش از آن که موجودی بیرونی باشد، بخش نادیده گرفته و فراموش شده ای از حقیقتی پنهان است که می توانست به ما اصالت انسان بودن ببخشد. این همان پدیده است که در روانشناسی از خود بیگانگی یا الیناسیون نامیده می شود. الیناسیون همان گمگشتگی حقیقت و اصالت است، وضعیتی که در آن انسان خود را آنگونه که هست نمی‌شناسد و به جای حقیقت خیش تصویری تحمیلی و جایگزین شده را می‌پذیرد. تصویری که او را از خیشتن واقعیش دور می‌کند تا به جای او انتخاب کننده، تصمیم گیرنده و قضاوت کننده باشد. از این منظر حقیقت شیطان دیگر یک موجود مستقل و بیرونی نیست، بلکه نمادی است از جدایی انسان از حقیقت و اصالت خیش، همان اصالتی که هرگز آن را برنگزیده است. در بخش دوم این سخنرانی به بررسی این پدیده خواهیم پرداخت، پدیده‌ای که هگل آن را بیماری از خود بیگانگی نامید. در این بیماری به گفته هگل، انسان دیگر حقیقت خیش را نمی‌شناسد و همین ناآگاهی او به وضعیتی بدل شده که امروزه به شکلی فراگیر در جهان ما گسترش یافته است، پس نیازمند توجهی جدی است. ادامه این بحث را از دست ندهید. تا دیداری دیگر، بدرود.